در مسئله خیر و سخاوت ای مسافیدو دیده جوانو با غیرت ترن علتش همی های مسافید مردم بسیار جمع میکنن ولی بعضیش هست که خورده نمیتونه با ممبر ایتای بولیشتش چند هزار میومد ایتای گلی میشینه ای خمیومد اسپیت نمیکنه که امرا استفاده کنه و برای که طبیعت انسان همی های با 30 سال کلان شدن حرص طمع همی مول و ثروت زیاد میشیده است. انا میگه که در قصه اومده است حضرت شیخ عطار قصه میکنه حقه زر داشت مردی بیخبر چون بیمرد و زو بیماند اون حقه زر یک مرد میگه یک خلطه طلا داشته است و جوش کرده بوده در تای زمین قدرت خدا نو خوش میبره همون طلا هم تمامونه فرزندش حتی بخبر نیسته بعدی سال دید فرزندش به خواب صورتش چون موش ده چشمش پرو بعد یک سال در خواب پسرش در اومد قدرت خدا تنش تنه آدم کلش رنگی موش با چشمش لق لقی اوای گو فرزندش کزو کردم سوال کس چی اینجا آمدی برگوی حال پسرش گفت که سوالش کردم در همون خواب که برای چی آمدی پدر گفت زر بنهادم این جایگاه من ندانم تا بدان کس یافت را در همین جا گفتی که طلا بجا کرده بودم نمیدونم که امرا یافته باشم جو جوش در ایستادگی باشه گفت آخر صورت موشت چراست او پدر گفت برای چی کلت رنگی کلای موش های گفت هر دل را که مهری زر نخواست صورتش این است بر من می نگر پند گیر زر بیفکن ای پسر و چم گفت اینم هر آدم میگه به همین محبت دنیا و پول و پیسه ای دنیا بروا الان صورتش رنگی صورت موش میشوه همین موش دیده یکی پول خورده نمیتونه استفاده برده نمیتونه میگه همین که حرص طمع دوره که گجای طلا بینم میکشه به هم هیچش بردن میگیره یک موش میگه همون ای خفاش کسی پوید از رفته است 40 تنگه طلا یافته است میده میده همجا برده ذخیره میکنه ای روی حرص طمع اگر چده امرا استفاده برده هم نمیتونه همین شخص باید آگاه باشه با خبر باشه این طمع حرص دنیا خدا بگیرش این نه پروای علم داره نه پروای سین سال داره یک در دامش برای پول برای دنیا شده مردم خیانت ها میکنن فرزند ها در پدراشو خیانت میکنن برادر در برادرش خیانت میکنه خیش تباری و رابطه ها قطع میشوه همش ایروی روی مال و ثروت دنیا اینمی کسافت خیلی جوان مرد شدن در کار که خطا کنترل کرده بتونی اگر این فرزندی آدم ده دره طلا داشته باشه در طلب سیمش میغلطه ولا یملأ جوف ابن آدم الا تراب این تهیگاه انسان فقط همین خاک لحد سر میکنه یگان چیزی دیگه پر کردن نمیتونه برای ما اگر چنده که خیلی زندگی انسان بخوای نخوای پلاکی دوست نمیداره بخوای حتی در قصه اومده است میگه حضرت ایوب علیه السلام غسل میکرد یک ملخ طلایی اومد در پیشش غلطید ملخ طلایی که مقصد کسی همون شکل و صورت ملخ با طلا کرده بود است خمشید گرفت در کیسه‌اش زد بعد میگه صدا شنید صدای ملکوتی شنید که یا ایوب اولی رب سیر نشیده گفت پروردگار من ای نعمتی تو هرگز سیر نمیشه ای عطای تو هرگز سیر نمیشه اما باید که محبت به او درجه ای نباشه که همین مانع خیر احسانت شوه این مال و ثروت بعضی ها را وارد جنت میکنه بعضی ها را در همون جهنم مستقر میگردونه نعم المال صالح للمرء صالح حضرت صلی الله علیه و سلم میگه مالی پاکیزه و خوب صالح برای مردی صالح عجایب یا نعمتی بزرگه انسان امکان داره که انسان سربلند کنه و آبرو و عزت کنه امکان داره که هم خار و ذلیل موشش کنه خدا با شکر الحمدلله که جوانایی که در این محفل ما شرکت دارن و خدا قسم همین جوانی میبینی که اونقدر محبت هم به همین دنیا ندارن محبت شو کمترک های یعنی که چون پره به دنیا دادگی نیستن یادی خدا و یادی مرگ میکنن یادی گذشته ها میکنن به خاطر ارواح گذشته ها خیرات و احسانات میکنن پروردگار بزرگ از جمعی بلا و گزنده و حفظشون کنن خداوند وقتی نعمت داد ما وقتی که حیات ما داد وقتی مال و ثروت ما داد
پروردگار بزرگ هدایت میکنه که همه چیزا سبب نجات میشود، نه سبب نکبت خواری و ذلت، هم در دنیا و هم در قیامت. خداوند بزرگ خیرات و احسانات ایشانی توجیه و درگاه بی‌نیازش قبول کنه، در نامه اعمالش ثبت بگردانه. ارواحی گذشته‌اش خاصتا روح مادر مرحومه را رحمت مغفرت کنه و در بحبوحه جنت مستقر بگردانه. یا حسن صحیح از حضرت انس ابن مالک روایت میکند که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود: یحرم ابن آدم و یشیب منه اثنتان، الحرص علی العمر و الحرص علی المال. همین فرزند آدم حضرت صلی الله علیه و سلم گفت که آهسته آهسته پیر میشود، فرسوده میشود. اگر خدا عمرش بده شاید به زمانه برسه که دیگه در دهن دندان نمونه، زمانه میرسه که دیگه میون قامت خم میزنه، چشم نابینا میشوند، اما ده حسش همیشه جوان میمونه. ده حس انسان هرگز پیر نمیشود، تو چند بیشتر و بیشتر و بیشتر میشود. یکیش حرص برای عمر، چند کسی مثال کلون شد همون قدر حرصش برای زیستن زیاد میشود، زندگی و حیات زیادترک دوست میداره. و دومش حرص بر مال و ثروت دنیا. این نیست که خیلی که من حیات ما دیدم، خوردگی ما خوردم، خیلی با مخرانی تری نه. تو همه آخران لحظه را همه حرصش به مال و ثروت دنیا قطع نمیشود، برعکس زیادتر میشود که خوردش هم نمیتونه. اما بجایش بگیره دیگه که مقصد خودش هم استفاده بودش نمیتونه. همین حدیث امام طبرانی از حضرت ابو هریره روایت کرده است، به همین مضمون است لفظش دیگر که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت: قلب الشیخ شاب علی حب اثنتین، دل موسفید همیشه به دو چیز جوانه، به دو سبب همیشه جوانه: طول الحیات و کثرت المال. یکیش درازی حیات، عمری دراز، دویمش همین زیادی مال و ثروت. حقیقتا بگم که این دنیا بسیار شیرینه یا خیلی نشگری شود، به درجه شیرینه انسان هم میتونه گمراه کنه. آدم یک اگر در همین دام دنیا غلطید خلاص شدنش دیگه امر محاله. هر کی هست از فقیه پیر و مرید یا زبان آوران پاک نفس، چون به دنیای دون فرود آمد به عسل در بماند پای مگس. همین عمرم همین دنیا یا خیلی همین دنیا میروه، همین یک ساعتک زیادتر زندگی کنم، یک روزک زیادتر زندگی کنم. اما مسافرها با هم دیگر شوخی میکردن، با یتش گفت که ای بچه خوب تدیدم به فکر میبری، بعد بگو مرده که حق خوردم که میبره باقی، این مرده که حقش نمیدونم چی باشه. اگر ما گودک بدیم من مرده که حق خود برم. همه انسان ببینه در بیشتری مرگ خواه تو هم آخران لحظه را امید داره به حیات، امید چه نمیکنه. ولی یکی یکون شرایط میشود امکان میشود، یکون طبیب یافت میشود، یکون داروی یافت میشود که همین سبب نجاتم بشود، همین تو آخر دلش از حیات نمیکنه. در حدیث اومده است، حضرت امام بخاری روایت میکند که پیامبر محبوب صلی الله علیه و سلم باری در حلقه اصحاب صحبت میکردند، قصه پیغمبرا را کردند، ذریعه آدم علیه السلام. گفتن خداوند متعال در همون روز میثاق، در روز الست، تمام ذریعه آدم علیه السلام میگه ای سر حس کرد همیشه در پیشش همون به شکل صورت همیشه استودگی. آدم علیه السلام میگه فرزندو را تماشا کرد، یک تشدید به حد صاحب جمال، با درجه خشرو صاحب جمال ذوقش کرد. گفتی کیه؟ گفتن فرزند داوود علیه السلام، این پیغمبر میشود در بنی اسرائیل. بعد پرسید که چند سال عمر میدیده باشه؟ گفتن 60 سال. دلش سوخت، ای بچه این عمری کم میدیده است، این هیچ یوقت این 60 سال که گپای عمری من امکان باشه یا 40 سالش کم کنی در این بچه هم بتیم. گفتن خوب ساعتی مرگش اومد، همون مقصد 40 سال کم کردن ملک الموت به پیش آدم علیه السلام اومد. میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم اومدن که حضرت وقتت خلاص شد که جان تا قبض بگی. نه گفت ولی 40 سال دیگه موندگی های من خبر دارم. او گفتم بخشیدش کو، او 40 سال خود در پسر داوود ندادی؟ حضرت بگه این کار کرد، عربی فرزنداش هم این کار میکنن، فراموش کرد، عربی فرزندار هم فراموش میکنن. حیات شیرینه حقیقتا. اینا بگی حضرت 1000 سال عمر دیده
همون 40 سال با براش مهلت حساب میخوره. همین حیات شیرینه. اگه تصور کنه که همین حیات پروردگار مفت داده است از برای خدا همین مفت به یگان سوم و یگان مبلغ صرف نکردیم، خدای تعالی این همین حیات داده است، خیال میکنه ای پرسیدن نمیشه. در حدیث اومده است حضرت میگه لا تزول قدم عبد یوم القیامه حتی یسأل عن عمری فیما افناه. فردا روز قیامت از بنده اجازه رهگشتن داده نمیشه و اجازه حرکت کردن داده نمیشه تا زمانی که حتما از 4 چی میپرسنش. یکی از همون چیزای میپرسیدگی همین عمره که عمر در چی فنا کردی، چیکار کردی، عمر خود را در چی فانی کرده ای، قوت و قوت در چی پایان برده ای، گوهری دیده کجا فرسوده ای، 5 حس را در کجا پالوده ای، چشم و گوش و هوش و گوهرهای عرش خرج کردی، چی خریدی تزی فرش؟ و همه ای سوال جواب داره. دست پا دادم چنبیل کلند من ببخشیدم زیخد آن کی شدن. خدای تعالی البته از همین نعمت ها میپرسم. یکی از همون نعمت بسیار گرانبها و بزرگ همین نعمت حیات یوخی. حقیقتا این نعمت های با شرطی که در عبادت خدا سپریش کنی، با شرطی که فرمان خدا را فرمان برداری کنی، با شرط یا که در فسق و فجور نگذرونیش. حضرت صلی الله علیه و سلم گفت که بهترین شخص وقتی از حضرت سوال کردم که یا رسول الله همین بهترین مردم کی است؟ گفت من طال عمره و حسن عمله. شخصی که خدای تعالی براش عمری دراز داده است، عمل خوب و نیک داده است که در کاری خیر خوب صرفش میکنه. با سوالش کردن که یا رسول الله بدترین مردم روی زمین کی است؟ حضرت گفت من طال عمره و ساء عمله. کسی که خدای تعالی عمری طولانیش داده است نه که عملاش عملای بدن، عملای غیر مشروع و منفورن، از حرام مقصد چشم کندن نمیتونه. پس همین عمری را که خدا برامون داده است برامون حقیقتا شرینه، واقعا شرینه. یک برادری خوری داریم قصه کرد، اما خسرش از دنیا گذشته است، اما را قصه کرد. آدمی خوب بود خسرش، حیات هم میگم که بسیار شرینه یا ناشگریش. میگه که بچه جان مرام تا اما فلان دختر فیروت کرد، اما میگن که خیلی دارو و هم دارو را پیدا کنه، همین خیلی با امید بده دل با امید. بعدم با خدای بزرگ با همون بندهای مؤمن شه یک آگاهی میتا با یکی میگه همین توچکه اومد که خودش حس کرده در کرد که دیگه خلاص اوسه دیگه چی نیسته. بعد میگه کلمه شهادت گویی دادم، پناخت با خدا گفت همه تپیل کردم. بعد کلمه شهادتم مقصد گفتن گرفت خودش پیش خودش تا وقتی که همین جانش خدای تعالی قبض کرد. اگه تصور کنه که در اون حالت شیطان ملعون به 1000 صورت خچه آراسته میکنه، یک وعده های متهم آدمی در دم مرگ ایستادگی را که در عوضش سخن کفر تلقینش میکنه. اینا میگه بگو من شفات میتم، انا میگه بگو من میام دارو دوا که مقصد که با چند سال دیگه حیات میبینی. خیلی ایمانی مستحکم در کوکی انسان در همه حالت طاقت کرده بتونه. بسیار وزنین است. همین در طول حیات چیکاری که کردی در وقتی مرگت همون یا سبب نجاتت میشوه یا مانعی رحمت خدا برات میشوه. برای سعی کردن در کار که امر خوب بگذرونی، نعمت پروردگار را خوب استفاده بری، چیزا در موضع خودش استفاده بری، کردی استفاده بردی، این حیات برای تو یک نعمت خدا میشوه، عجیب یک دولت میشوه. هر نفس به عبادت بگذره، این کم دولت. حاجی را ببینه در همین مدینه منوره التماس میکنن، اوخی کار در دستی رهبلدور هم نیست، پیشکی نقشه کشیده شده گیر همین بلو کنیم ما همین 8 روز بیستیم در همینجا هم 40 نمازی فرضی را در مسجد نبوی بخونه. حاجی واقعی در هم مکرم چند که زیادتر میستن هم قدر وقت چون خوش میشه که این را ببین که هر نمازی که در حرم خونده میشه 100,000 ثواب داره. انا میگم حیات باید پرثمر استفاده بریم بچه‌ها. دنیا را مذمت کردن قدر کوری نیست. دنیا زمین کشتی آخرت ای. اگر مهنت کردی حاصل میگیری، نکردی رود سیاه. خودت مذمت کرد، دنیا را چی مذمت میگیری؟ آنیا که در پیش شیر دادگر
زم دنیا کرد بسیاری مگر. خدا رحمتش کنه شیخ عطاری ولی را. یک آدم میگه در نزد حضرت علی هم زمانایی که حضرت امیر مسلمانا بود اومده دنیا را مذمت کردن گرفت. این شگری ای دنیا شود دنیا ای تای دنیا او تای. حیدرش گفت که دنیا نیست بد توی زیرا که دوری از خیرت. حضرت علی در جوابش گفت که دنیا بد نیست بد توی عقل فراست نداشته باشی بعد همه گناه به دنیا سپیست کردن میگیری.